برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، برنامه تحلیلی دیدگاه است. با شما شوکت محمد هستم. امروز در برنامه ما درباره وضعیت بانک های تاجیکستان گپ میزنیم. در چند از نشست های خبری اعلام شد که 4 بانک تاجیکستان مفلس شده است، قرضدار شده است و مردمی که به این بانک ها پسنداز داده‌اند سرگشته و سرسان هستند. هرچند مسئولین مردم را دلبرداری میکنند، بزک نمور وقتی بهار میرسد میگویند، ولی در دیگر جایها آشکارا گفته ایستادند که این بانک ها دیگر به خود آمدنی نیستند و ما معین کردیم که این بانک ها را کی مفلس کرده است و از این حساب کدام بانک روی کار آمده است و روی کار آورنده این بانک کی هست. از روی دزدی پولهای بودجه تاجیکستان، دارایی تاجیکستان تا به کدام حالت رفته رسیده است. در امریکا، امارات متحده عرب، ترکیه کی خانه ساخته است؟ کی خانه خریده است؟ چی ها دارد؟ در این برنامه خواهید شنید. ما را تا آخر گوش کنید. سر اول تکمه لایک را پخش کنید. مدیر شعبه منطقوی بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند نوروز ولیف در نشست خبریش اطلاع داد 2 بانک مفلس شده، اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، متناسباً 161 میلیون و 346 هزار سومانی و 37 میلیون و 800 هزار سومانی از میزاجانشان در ولایت سوخت قرض دارند. به گفته این بانکدار تا 1 ینوری سال 2021 پسنداز 7211 نفر در اگرا اینوست بانک و 1225 نفر در تاجیک صادرات بانک باقی مانده است که باید این بانک ها آن را برگردانند. نوروز ولیف میگوید دوام سال 2020 اگرا اینوست بانک پسنداز 1465 نفر مزاجش را به مبلغ 4 میلیون و 797 هزار سومانی و تاجیک صادرات بانک پسنداز 3 میلیون و 196 هزار سومانی 263 نفر را به پررگی داده است. این مسئول بانکی میگوید تاجیک صادرات بانک حالا از یک کس قرض گرفته به کس دیگر داده ایستاده است. رهبریت بانک به تمام کوشش کرده ایستاده است همان قرض هایی که داده است آنها را برگرداند، با مردم حساب کتاب کند. غیر از این اموالی که به گرو گرفته بودند آنها را فروخته ایستادند. اگرا اینوست بانک نیز از حساب برگردانیدن قرض ها، فروش اموال و از حساب دیگر منبع هایی که درآمد می آورد مسئولیت هایش را اجرا کرده ایستاده است. این دعوای نماینده بانک ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت است. حالا تماشابینان گرامی، قرض 4 بانک دچار مشکلی تاجیکستان با شمولی تاجپرام بانک و فانان بانک از پسندازگزاران از 1 میلیارد سومانی حدود 90 میلیون دلار زیادتر است. رئیس بانک ملی تاجیکستان حاکم خالقزاده ضمن نشست خبری روز 10 فوریه در این رابطه اظهار کرد که این بانک ها اموال خود را فروخته نمی توانند تا که پول امانتگزاران را برگردانند. در آغاز سال 2015 بنابر بحران اقتصادی اطراف بانک های سیستم تشکیل دهنده کشور شور و ولوله برخاست. امانتگزاران از ترس سوختن پولهایشان به بانک ها ریختند تا پسندازهایشان را برگردانند. طبق قاعده بانکی اگر گروهی بزرگی امانتگزاران یک بار پولهایشان را طلب کنند بانک مفلس می شود. همه پولش را گیرد، بانک به چی کار میکند؟ اکنون اینجا تا هنوز این سوال به پاسخ است که
شور و ولوله طبیعی برخواسته بود یا از طرف آنهای تشکیل شده بود که میخواستند خودشان حرف اول را در ساحه بانکی بزنند؟ چون که تماشابینان گرامی، امروز از وضعیت بانکی سال 2015 امروز بدتر است. حالا پولی هزارها نفر را بانک های تاجیکستان برگردانده نمیتوانند، لیکن اون شور ولوله بر نخواست. هرچند امروز مردم هوشیارتر و به سیاست سرفهم رفتگی تر شده است و حق خودش را بیشتر طلب میکردگی شده است، لیکن این گونه شور ولوله که در سال 2015 بود حالا نیست. سال 2016 ضمن پیام نوبتیش رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داد از حقوق امانتگزاران بانک ها حمایت خواهد کرد. رئیس جمهور امامعلی رحمان گفت که به امانتگزاران رسانید که خواطر نشوند تا آخرین درمشان برگردانیده می شود. این پیام رئیس جمهور در تمام شبکه های تلویزیونی مستقیما پخش می شد. آن زمان وزارت مالیه و بانک ملی به مبلغ 4 میلیارد سومانی پول نشر کردند و این باعث شد قرب سومانی در آغاز سال 2017 از 7 سومانی و 87 درم برای 1 دلار 1 سومانی قیمت تر شده به 8 سومانی و 87 درم پایان رفت. یعنی دلار نسبت سومانی بالا رفت و قرب سومانی پایان رفت. این اقدام حکومت به بانک ها چگونه تاثیر رساند؟ اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک سوبیکت های اساسی برنامه حکومت آید به نجات بانک ها بودند، به عوض این پول ها به وزارت مالیه سهمیه های خود را دادند. تنگ شدند یا اینکه انیقترش تنگ آورده شدند. اینچنین وزارت مالیه به بانک ها با فایز 3% قرض داد. آنها باید این قرض ها را دوام 5 سال میبایست برگردانند. جز سهمیه ها، وزارت مالیه از بانک ها به حیث گرفت انشاءات متعلق بر رهبران این بانک ها را گرفت. برای مثال تاج‌الدین پیرزاده در مصاحبه‌اش با آزیپیولوس گفته است که مهمانخانه تاجیکستان و دوشنبه مال را چون گرفت گذاشته است، در حالی که تماشابینان گرامی این انشاءات نه به تاجیک صادرات بانک بلکه به خودی بیچاره پیرزاده تعلق دارند. برگردیم به پول ها. این پول ها همان زمان پول را مصرف شدند، پول های چاپ شده، ولی امانتگزاران مبلغ های خود را ندیدند. برای چی؟ برای آن که این میلیاردها برای برگردانیدن قرض های کهنه وزارت مالیه و بانک ملی مصرف شدند. من بعد هر سرمایه هم که برای نجات بانک ها وارد می شود، دانسته مانید که نه برای برگردانیدن پول های امانتگزاران بلکه برای پرداخت قرض وزارت مالیه و بانک ملی مصرف می شوند تا سهمیه های بانک ها برگردانیده شوند. یعنی با شرافت ایده جمال الدین نورعلیف بانک ها جای نجات یافتن به قرض بیشتری غوطیدند. بله؟ اما این به کی منفعت می‌آورد؟ از سال 2016 سپیتامین بانک جمال الدین نورعلیف که به گردن نمیگیرد بانک او است، کامرس بانک مال شمس الله صاحب است، صاحب کار بانک رهبر نوش محی الدین حسن زاده پسر حسن اسدالله زاده دادر عروسی رئیس جمهور تعیین شد، به پا خستند، آهسته خود را بالا گرفتند. این سه بانک به خصوص سپیتامین بانک که انتقال مبلغ به خارج را تقریبا مونوپولی کرده، رو به رشد خیلی برآمده رفته ایستاده است. قبلا انتقال مبلغ به خارج و مبلغ های بزرگ دولتی اساساً در اختیار آن بانک حسن اسدالله زاده بودند، اما نورعلیف کم کم جای اسدالله زاده را در بازار پول تنگ میکند. ولی کار با تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک تمام نمی شود. کارشناسان تخمین میزنند که چنین گرفته شدن اموال شخصی تاج‌الدین پیرزاده و مرادعلی علی مردان آغاز غصب مالکیت ایشان است. یعنی به زودی بنابر پرداخت کردن نتوانستن قرض دولت و یا حتی امانتگزاران
اموال بگرف گذاشته پیرزاده و علی مردان به اختیاری دولت، انیقترش به اختیاری آیله میگذرد. آیله رئیس جمهور البته. از پی خسورش جمال الدین نورالیف به گدای دومی سطحی دولتی مبدل شده است. گدای رقم یک امام علی رحمان، گدای رقم دو جمال الدین نورالیف. جمال الدین نورالیف با سازمان های مالیوی بین المللی، دانارها، نمایندگان کشورها واخوری انجام میدهد تا برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون و پر کردن بودجه که یک قسمتی بزرگش از کمک اینستیتوت های بین المللی مالیوی وابسته است مبلغ رویاند. مبلغ یادتان باشد برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون جمال الدین نورالیف 500 میلیون دلار از فروش کاغذهای قیمتناک اروپایی جلب کرد. این با 7.1% سالانه برای 10 سال گرفته شده است. دقت دهید تماشابینان گرامی، درصدی یعنی فایز سالانه این قرض 35.5 میلیون و عمومیش 350 میلیون را تشکیل میدهد. یعنی بعد 10 سال تاجیکستان باید 850 میلیون دلار برگرداند. اکنون با در نظر داشته این که در مبلغ‌های جلب شده به ساختمان راغون شفافیت وجود ندارد و کسی برای آن حسابات نمیدهد، این شبهه وجود دارد که قسمی از این مبلغ‌ها برای پر کردن شکاف بودجه و یا حتی به آفشورها رود. درست است؟ برای مثال تا هنوز تقدیری 180 میلیون دلار مردم که سال 2011 با زور با فشار سهمیه فروخته شده جمع کرده شده بود ناروشن باقی میماند. کجا رفت هیچ کس نمیداند. حالا نورالیف از پارلمان اجازه فروش کاغذهای قیمتناک را به مبلغ 500 میلیون دلار دیگر در دست دارد. یعنی اجازه گرفته است با 500 میلیون دلار دیگر کاغذ فروشد، یعنی قرض گیرد. همچنین جمال الدین با بنیاد بین المللی اسعار و دیگر اینستیتوت های بین المللی مالیوی برای کمک به بودجه کشور گفتگو انجام میدهد. این گفتگوها دوام دارند. نظارت رگ خونگرد کشور، شرکت بریتانیایی ایرس که نظارت راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق را در اختیار دارد به همین جمال الدین نورالیف تعلق دارد. در این باره ما 10 بار گفتیم. هرچند خود جمال الدین این را باره هم اقرار نکرده است. همچنان که در نشست مطبوعاتی دیروزش اقرار نشد که سپیتمین بانک از اوست، ولی دلیل های زیاده به آن اشاره میکنند که هم سپیتمین بانک و هم این شرکت ایرس مال جمال الدین و همسرش آزاده رحمان است. ولی همین ایرس یگانه راه است که مرکز تاجیکستان را با رشد کرده ترین منطقه آن شمال کشور میپیوندد و آن را رگ خونگرد کشور نام میبرند. نورالیف این راه را نه تنها پولکی کرده است بلکه قیمت عبور از این راه یکی از گرانترین ها در جهان است. هر کی با این راه میگذرد پول داده میگذرد. سالانه این شاهراه به آزاده و جمال الدین بیش از 100 میلیون دلار درآمد میآورد. شرکت ایرس از پرداخت همه نمودهای انداز آزاد است. یگان معلومات درباره درآمد و خراجات این شرکت، چقدر مبلغ به تعمیر راه صرف می شود، چقدر فایده می برد، این مبلغ را به کجا می فرستد، چیکار می کند، هیچ کس نمی داند. یگان معلومات وجود ندارد. از وضعی که این راه قرار دارد می شود تخمین زد که مصرف 2% درآمد هم نیست. 2% درآمدی که از مردم به این راه پول داده میگذارد 2% رو هم برای تعمیر راه صرف نمی کنند. در همین حال تماشابینان گرامی، تعمیر کپیتالی قسمت 45 کیلومتری این راه که باید انجام میشد به تأخیر گذاشته شده است.
سببش را ایرس خلل وارد نکردن در کشانیدن انگشت و مرکزهای گرمیدهی دوشنبه نامیده است. اما سوال مطرح این است که مگر سالهای دیگر امسال و سال آینده انگشت کشانیده نمی شود؟ با همین تمام انگشت کشانی؟ با گرفتن تحصیل بسیار خوب در امریکا و در دست داشتن نظارت پولی کشور، جمال الدین نورعلیف می توانست نه تنها نامزد رقم اول برای جاینشینی خسروش باشد، بلکه پشتیبانی مردم را هم به دست آورد. ولی این جمال الدین این امکاناتش را از دست داد و به یک قلاب دیگر در عائله مبدل شد. نورعلیف منابع بزرگی مالی در کشور را نظارت می کند. زمانی که جانشین وزیر مالیه بود، تمام کمک‌های خارجی و قرض و گرانت ها از دست او می گذشت. چقدر از آن کمک و قرض ها را او با خودش اختصاص داده است معلوم نیست، اما اینکه جمال الدین پیش از استفاده این قرض و کمک ها در موقعشان اول آنها را از 3 تا 6 ماه گردش میداد واقعیت است. تنها از گردش دادن قرض 35 میلیون دلاری بانک آسیای رشد، نورعلیف نزدیک به 3 میلیون دلار فایده به دست آورده است. چنین استفاده ها از مبلغ های قرضی و کمک های بشردوستانه در وزارت مالیه یک امر طبیعی است و بزرگترین درآمد را هم از آنها جمال الدین نورعلیف گرفته است. این درآمدهای جمال الدین پایدیوار اساسی سپتمین بانک است. زمان فعالیتش در این وزارت، جمال الدین توانست رابطه خوب با نمایندگان بانک جهانی، بانک بین المللی توسعه و رشد، اجنسی کفالتی سرمایه‌گذاری بسیار جانبه، کارپوراسیون بین المللی مالیوی و دیگر بانک‌های کمک رسانی تاجیکستان به راه ماند. همچنین جمال الدین روابط تنگاتنگ با مقامداران بلندپایه وزارت‌های قدرتی برقرار کرد. تماشابینان گرامی، حالا جمال الدین نورعلیف نایب رئیس بانک ملی است، اما غیر رسمی آن را خودش اداره می کند. رسما باشد او مهمترین ساحه های بانک ملی را نظارت می نماید: دپارتمنت معاملات پولی و عملیات خزینه داری، دپارتمنت اداره ذخیره های بین المللی و سیاست خربی اسعار، اداره ثبات مالیوی و اداره مناسبت های بین المللی. همه این را کی اداره می کند؟ جمال الدین نورعلیف. ایده بستن نقطه های عوض اسعار و پرداخت اسعار انتقال شده از خارج با پول ملی نیز به همین جمال الدین نورعلیف تعلق دارد. منبع اساسی مالی جمال الدین نورعلیف سپتمین بانک است که در 2 سال آخر، یعنی بعد به بحران گرفتار شدن بزرگترین بانک های کشور، با سرعت رشد می کند و پیشرفته ترین بانک کشور حالا مبدل می شود. این بانک سال 2008 به حیث یک تشکیلات قرضی خرد تأسیس یافته، به واسطه پولهایی که جمال الدین نورعلیف از وزارت مالیه می گرفت و در آن برای گردش می گذاشت، سرمایه آیین‌ناموی خود را به مراتب بیشتر گرداند و سال 2014 به بانک تبدیل شد. جمال الدین نورعلیف نظارت پولهای نیروگاه برقی آبی راغون را هم به دست گرفته است. یکی از سبب‌های از بازار بانکی بیرون کردن اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، طبق نظر بعضی کارشناسان، پولهای متعلق به نیروگاه برقی آبی راغون بودند که در این بانک ها نگهداری می شدند. حالا نورعلیف 300 میلیون دلار پول بزرگترین ساختمان تاجیکستان را به دست آورده است. جمال الدین نورعلیف بجز قصر و کشک‌های زیاده که در تاجیکستان دارد، صاحب چند خانه در دبی و ابوظبی، امارات متحده عرب، واشنگتن و ویرجینیای ایالات متحده آمریکا، استانبول ترکیه، بارسلون اسپانیا و لندن بریتانیای کبیر می باشد. به ما میسر شد 4 خانه جمال الدین نورعلیف را تنها در ایالات متحده آمریکا پیدا کنیم. مرحمت. این یکی از خانه های جمال الدین در واشنگتن است، با نشانی 2301 N Street NW
APT 228 واشنگتن. این باشد خانه جمال الدین در شهر ارلینگتون ایالت مینیسوتا با نشانی 1121 ارلینگتون BLVD ارلینگتون VA 22209 دیفیس 3214. میبینید در همین بنا جایگیر است. همچنین جمال الدین در ایالات مریلند و ویرجینیا خانه ها دارد. خانه ها تماشابینان گرامی، اکنون کم ترک درباره وضعیت اولیوی جمال الدین حرف میزنیم. هرچند در این باره گپ زدن خوش ندارم، ولی تماشابینان گرامی، یک نفری که با مال ملت، با دارایی ملت سر و کار میگیرد، باید هر قدم او را ملت بشمارد. هر قدمی او را باید ملت بشمارد. همین جمال الدین نورعلیف که در سیستم بانکی کار میکند، میدوند که چگونه به کی قرض دهد قدمش را میشمارد. خود جمال الدین هم که مال ملت را در دست باز می‌دارد، باید داند که هر قدمش شمرده می شود. جمال الدین نورعلیف حق ندارد که با پول ملت عیش و عشرت کند. حق ندارد که زیاده از ماهانه‌اش، معاشش، پول ملت را به کیسه بزند. اما این را میکند. جمال الدین نورعلیف را بارها همراه با زن با نام تهمینه باهیرова که با کودکش در پایتخت اتریش شهر وین زندگی میکند دیدند. آوازه هست که این همسری دومی او و کودکی جمال الدین نورعلیف می باشد. آزاده رحمان با گمان غالب از عائله دومی شوهرش خبر دارد، اما این سر را برای روز مباد محفوظ نگاه می دارد. آزاده با جمال الدین طبق گفته منابع گوناگون زندگی اتفاقی ندارند. هر دو استراحتشان را جدا از همدیگر میگذرانند. آزاده را بارها در یخت شخصیش در استانبول دیدند، اما به جمال الدین. جمال الدین هم استراحتش بدون آزاده میگذرد. برای مثال تقریبا قریب 4 سال پیش، سال 2017، جمال الدین در فیلیپین، بارسلونا، لندن و روم استراحت کرده است، ولی آزاده در هیچ سفری همراهش نبوده است. همچنین جدول پروازهایش نشان می‌دهد که جمال الدین در قطر، در سوئیس بوده است. گرفتن همسر دومش امکان میراثبری تخت خسورش را از جمال الدین نورعلیف پر سلب کرده است. شاید خود جمال الدین به این طرفی مسئله راضی شده است، چون از 3 سال قبل رابطه‌اش با وزیرها و گنرال‌های قدرتی را کمتر کرده است. اما در مقابل غارت بودجه دولت و انتقال مبلغ به شرکت‌های آفشوریش را تیزانیده است. خیلی با سرعت بلند پولها به آفشور می روند. شاید جمال الدین نورعلیف منتظر روز مبادا، یعنی روز ایکس است. نموریم میبینیم انشالله. تماشابینان گرامی، این بود برنامه امروزه دیدگاه. با ما باشید تا برنامه های دیگر. خدا حافظ. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید.
رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.